سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا به اختصار سامانه ساغر توی بهار 1404 راه اندازی میشه. توی این ویدیو بهتون آموزش میدیم که چطور باید املاکمون رو توی این سامانه ثبت کنیم. توی ویدیو قبلی توضیح دادیم که املاک توی کشور ما دو نوعن، یا دارای سندن یا بدون سندن، و توضیح دادیم که برای املاک دارای سند طبق قانون جدید چه اقدامی باید انجام بشه و چطور با این تغییرات قانونی باید رفتار کنیم. اما توی این ویدیو به موضوع املاک بدون سند میپردازیم و بررسی میکنیم که تکلیف اونها چیه و چه گامهایی باید برداشته بشه. پس میریم سراغ املاک بدون سند. فرض کنیم که شما یه خونه، زمین، آپارتمان یا باغی دارید که با یه سند عادی خریدید. مثلا یه قولنامه دارید یا یه مباینامه دستی یا ملک بهتون به ارث رسیده، ولی سند رسمی تکبگ به نام شما نیست. خب تکلیف چیه؟ قانون جدیدی اومده که یه ماده خیلی مهم داره، ماده 10. ماده 10 قانون الزام. این ماده میگه اگه سندتون عادیه و مال قبل از راه اندازی سامانه موضوع این ماده است، باید چند تا کار مهم انجام بدید، وگرنه ممکنه سندتون اعتبارش رو تا حد زیادی از دست بده. پس بیاید مراحلش رو خیلی ساده مثل یه نقشه راه با هم روی کاغذ بکشید. گام اول صبر و آماده سازی مدارک هست. اولین گام اینه که منتظر اعلام رسمی دولت درباره راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همون سامانه ساغر باشید. تا زمانی که این سامانه به طور رسمی فعال نشه امکان اقدام خاصی وجود نداره. بنابراین گوش به زنگ اخبار باشید. ما هم به محض راه اندازی این سامانه شما رو در جریان قرار میدیم و آموزش کامل ثبت درخواست ادعا رو براتون توی این سامانه آماده میکنیم. پس حتما ما رو دنبال کنید و به صفحه ما سر بزنید. آماده سازی مدارک شامل چه چیزایی میشه؟ تا اون موقع که سامانه راه اندازی میشه نباید بیکار بشینید. مهمترین مدارک چیا هستن؟ اصل یا کپی اسناد عادی. اسناد عادی که دارید مثل چی؟ مثل قولنامه، بنچاق، تقسیمنامه، گواهی انحصار وراثت اگه ارثیه. مدرک بعدی UTM. این UTM رو در ادامه توضیح خواهم داد. یه ستاره هم میذارم کنارش که بدونین مدرک خیلی مهمیه. این نقشه دقیق UTM از ملکتون رو باید تهیه کنید. این نقشه رو باید از کارشناسان رسمی نقشه برداری و مهندسان نقشه بردار معتبر بگیرید. بدون این نقشه اصلا نمیتونید ادعاتون رو ثبت کنید. این مهمترین مدرکه که البته قرار کارگزاری‌های فنی مهندسی هم به کمک دفترخونه‌ها بیان برای تهیه این نقشه که ویدیوش رو فکر کنم توی چند تا پست قبلی گذاشتم خدمتتون. مدرک بعدی پلاک ثبتی و کد پستیه. مدرک بعدی که لازمه کارت ملی به اضافه سناست. کارت ملی و اینکه توی سامانه سنای قوه قضاییه باید ثبت نام کرده باشین، چون احراز هویت با اون انجام میشه. گام دوم چیه؟ گام دوم ثبت ادعاست. ثبت ادعا در مهلت 2 ساله که الان توضیح میدم. به محض اعلام رسمی وارد آدرس اینترنتی سامانه میشید. بعد مشخصات ملک، نقشه UTM و عکس اسناد عادیتون رو بارگذاری میکنید. در آخر سامانه یک کد رهگیری خیلی مهم بهتون میده. این کد رو باید مثل چشمتون نگه دارید. پس اگر کد رهگیری دریافت نکنید یعنی انگار که توی سامانه ثبت نشده ادعاتون. پس حتما باید کد رهگیری رو دریافت کنید. از تاریخ راه افتادن رسمی سامانه فقط 2 سال فرصت دارید
که ادعای خودتون رو توی این سامانه ثبت کنید. دیر بشه دیگه نمیتونید ثبت کنید. گام سوم اقدام قانونیه. ثبت کافی نیست. فکر نکنید که کار تموم شده توی مرحله دوم. ثبت ادعا توی سامانه فقط مرحله اوله. از تاریخی که ادعاتون رو توی سامانه ثبت کردین فقط 2 سال فرصت دارید. 2 سال دیگه فرصت دارید که برای گرفتن سند رسمی اقدام قانونی کنید. پس در مهلت 2 ساله از کی؟ از زمان ثبت ادعا در گام دوم. اقدام قانونی یعنی چی؟ اگر با فروشنده توافق دارید برید دفترخونه و سند رسمی بگیرید. پس یکی از اقدامات قانونی اینه که به دفترخونه برید با فروشنده و سند رسمی بگیرید. اگه همکاری نمیکنه برید دادگاه و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدید. پس دادگاه اقدام قانونی بعدیه. اگر که هیچ کدوم از اینا جواب نداد از طریق قوانین دیگه مثل قانون تعیین تکلیف یا ساماندهی مسکن اقدام کنید اگر شرایطش رو دارید. پس اقدام بعدی اقدام از طریق قانونهای خاصه. نکته فوق‌العاده مهم اینه که هر اقدامی که کردید دفترخانه رفتید دادگاه یا از طریق قانون باید مدارکش رو دوباره تو همون سامانه با همون کد رهگیری که بهتون داده بارگذاری کنید. پس باید حتما این مدارک رو بارگذاری کنید توی سامانه. گام چهارم و آخرین گام ما پیگیری تا نتیجه است. پروندهتون رو توی دادگاه، اداره صد یا هر جایی که اقدام کردید پیگیری کنید تا به نتیجه نهایی یعنی صدور سند رسمی یا رأی قطعی برسید. چند تا هشدار مهم که باید خدمتتون بگم اینجا میکشم. هشدار. مهلت ها این دوتا مهلت 2 ساله یعنی گام دوم و گام سوم، یکی برای ثبت اولیه یکی برای اقدام قانونی، مرگ و زندگی هن. اگه از دستشون بدین سند عادی شما دیگه در برابر دولت یا خریدارای رسمی بعدی ارزشی نداره و شاید فقط بتونید پولتون رو از فروشنده بگیرید، اونم به قیمت روز. UTM بازم میگم نقشه UTM دقیق و معتبر اجباریه. صداقت. اطلاعات یا سند الکی رو توی سامانه وارد نکنید که جرمه و جریمه‌ش هم سنگینه. 20% قیمت روز ملک. هشدار بعدی اینه که فقط اقدام. فکر نکنید که فقط ثبت ادعا توی گام دوم کافیه و نیاز به انجام کار دیگه ای نیست. حتما باید اقدام قانونی رو انجام بدین و بعد از اینکه اقدام قانونی رو انجام دادین حتما برین با همون کد رهگیری توی سامانه ثبتش کنین. پس اینا نکات خیلی مهمی هستند که حتما باید در نظر داشته باشید. شاید شنیده باشید که یه راهکار موقت 8 ساله هم وجود داره. راهکار 8 ساله. ببینید قانون گفته اگر شما 2 تا کار اصلی رو توی مهلت‌های 2 ساله انجام ندید، یعنی ادعاتون رو توی مهلت 2 سال توی سامانه ثبت کردید، مدارک اقدام قانونی رو هم برای سند بارگذاری کردید ولی هنوز پروندهتون به نتیجه نرسیده و سند رسمی نگرفتید، فقط و فقط در این صورت و فقط از طریق خود همین سامانه میتونید تا حداکثر 8 سال از زمان شروع به کار سامانه ملکتون رو به صورت غیر رسمی به کسی دیگه ای منتقل کنید. منتها این انتقال موقته. چند تا شرط خیلی مهم داره.
یکی این که باید اون دوتا مرحله اصلی ثبت ادعا و ثبت مدارک قانونی رو حتما توی مهلت‌های خودش انجام داده باشید. اگه یکی از اون مهلت رو از دست داده باشید این امکان دیگه وجود نداره. ادعای شما نباید توسط مراجع قانونی رد شده باشه. این ملک نباید از قبل سند تک برگ داشته باشه که اگر سند تک برگ داشته باشه طبق راهکار قبلی پیش میریم. این انتقال رسمی نیست. خود سامانه هم موقع انجام این معامله موقت به خریدار هشدار میده که این مالکیت رسمی نیست و ممکنه بعداً باطل بشه. اطلاعات استلام ملک رو هم به خریدار باید نشون داده بشه. پس این راهکار دائمی نیست و ریسکای خودشو داره. هدف اصلی همچنان همون گرفتن سند رسمی قطعیه. این فقط یه امکان محدود برای کسایی که مراحل اصلی رو رفتن ولی کارشون طول کشیده. یه جمع‌بندی بکنیم. پس خلاصش چی شد؟ خلاصش این میشه که باید منتظر راه افتادن سامانه باشیم و مدارکمون رو آماده کنیم، مخصوصا نقشه UTM. گام دوم رو یعنی ثبت ادعا رو انجام بدیم و کد رهگیری بگیریم حتما. ظرف 2 سال بعد از اینکه توی سامانه ثبت کردیم، نکتهش اینه که 2 سال بعد از اینکه توی سامانه ثبت کردیم، نه 2 سال از آخرین مهلت، 2 سال از زمانی که ما ثبت میکنیم. یعنی مثلا اگر ما همون روز اول ثبت کنیم ادعامون رو، 2 سال بعد از همون روز اول دیگه کاری به مهلت خود ثبت ادعا نداریم. برای گرفتن سند رسمی اقدام قانونی باید انجام بدیم ظرف 2 سال که حالا یا میریم دفترخونه یا دادگاه یا از طریق قانون و مدارک اقداممون رو توی سامانه بارگذاری میکنیم. اگر این دوتا کار رو کردید ولی سند نگرفتید، شاید بتونید تا 8 سال فقط از طریق این سامانه ملکتون رو موقتا منتقل کنید، ولی با اطلاع کامل خریدار از غیر رسمی بودن و ریسکاش. این مراحل رو جدی بگیرید. اگر سند عادی دارید الان وقتشه که به فکر باشید و مدارکتون رو آماده کنید. این قانون میخواد به اسناد غیر رسمی سر و سامون بده و تکلیف مالکیت ها رو مشخص کنه. حتما خواهشاً این ویدیو رو سیو کنید و برای کسی که فکر میکنید سند عادی داره بفرستید. شاید به دردش بخوره. اگر سوال دیگه ای داشتید توی کامنت ها بپرسید تا جایی که بشه راهنماییتون میکنم. موفق باشید. راستی منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید که آموزش نحوه ثبت توی سامانه است و اینکه اطلاع رسانی درباره اینکه آدرس اینترنتی سامانه چی است.